سلام. فرض کنید این چارت دقیقا مقابل شماست. شما با یه همچین چارتی وارد معامله سل میشین یا وارد معامله بای. خیلی خوب. حالا بیایم با هم این رو تحلیلش بکنیم. ما در اینجا میتونیم نگاه کنیم که یک BOS رو در این قسمت داریم، یعنی در اینجا، و بعد از این BOS ما میبینیم که میاد شکست میخوره، میاد یک های میزنه و این هایی که اینجا زده میشه که شکسته نمیشه، پس یعنی روند سودی ما ادامه پیدا نمیکنه و یک پول بک رو داره. و اما خب چه اوردر بلاکی اینجا سبب این BOS شده. ما طبق سبک اسمارت مانی میایم رو مشخصش میکنیم و میشه این اوردر بلاک. و خب اگر ما بخوایم چارت رو خیلی به گذشته ببریم میبینیم که در اینجای قیمت کماکان هیچ واکنشی ما نداریم. اما خب میتونیم اینجا رو نگاه کنیم که یک لوی ما داریم که هر بار قیمت اومده پایین از اون حمایت کرده و نذاشته قیمت از این منطقه پایین تر بره. پس میشه این فرضیه باشه که ما اینجا یک قسمت لیکویدیتی هم داریم بدیم. پس ما طبق فرضیاتی که داریم و از اونجایی که یک ایمبالانس هم در این قسمت داریم میتونیم این حدس رو بزنیم و این احتمال قطعیت بیشتر پیدا کنیم که از بالا میل بیشتری داره بازار برای حالا زدن لیکویدیتی اینجا و یا فعال کردن اوردرهای اینجا و یا این گپی که اینجا هست رو بخواد پر بکنه. پس ما فرضی اصلیمون رو روی سل میذاریم و در اینجا هم دقت بکنیم که خروج بایرها رو در اینجا ما داریم که میان در این بالا و در این بالا با این شدایی که زده میشه بایرها از اینجا از قیمت و از بازار خارج میشن و سلرها وارد بازار میشن که سبب این پین بارها در اینجا میشه. که خب ما اگر بخوایم وارد پوزیشن سل بشیم کجا بود اوردر اون میکنیم؟ اینجا میاد بالا پایین یک لو، یک های و اینجا یک پول بک، اینجا یک های و اینجا لوی زده میشه. اینجا یک رو ما داریم، اینجا یک BOS. اما خب اگر در روند کلی بخوام در یک چاکی رو ما در اینجا داریم، خب وقتی اینجا یک BOS ما داریم که اوردر بلاکی سبب این شده، ما این اوردر اینجا رو در نظر میگیریم. یعنی نگاه بکنین چند بار هم تا اینجاش میاد و اجازه بالاتر قیمت رو نمیده این اوردر که میشونه یک فیلیپ هم در نظر گرفته. و خب حالا ما در اینجا هستش که قیمت رسیده و در اینجا دقیقاً وارد پوزیشن سل خودمون میشه. یعنی در اینجا با استاپ پشت این محدوده اوردر بلاک تا این منطقه دقیقاً در اینجا که وارد پوزیشن سل میشیم. و یا اگر هم ما در فرضیه بای خودمون باشیم، یعنی متوجه بشیم که آقا قیمت رفته بالا و حالا این قیمت ها برای ما ارزنده نیستن که وارد بشیم، ما یک فیبوناچی اینجا می‌نازیم از نقطه حرکت تا اینجا که دقیقاً میگه همین منطقه ها اینجا 50% خودش و اینجا برای منطقه ارزنده واسه ورود هستن. یعنی اگر ما بر فرض ورود بای باشیم دقیقاً در این منطقه منتظر ازش شدن تارگتمون هستیم. اینو من تغییرش بدم که خب شما اینجا واسه ادگاشن تیپیتون میتونید اینجا بیاین این قسمت رو بزنین تیپی، یعنی جایی که سلرها وارد شدن، و یا میتونید هایی که ما داشتیم رو در نظر بگیرید. خب به صرف دیگه مقدار پایین‌ترش بگیم که آقا اسپرد باشه و اصلا که بروکرها از آخر انجام میدن باشه نشه. اینا یک دو اسپرد میایم پایین تا که اگه اسپردی داره ما به خاطر استاپ نخوریم. یعنی در مورد دو فرضیه داریم، اینه که از اینجا وارد پوزیشن سل بشیم تا اینجا رو بگیریم و وقتی به اینجا رسید وارد پوزیشن پای. این قیمت چجوری پیش میره؟ میاد اینجا دقیقاً در اینجا. خب تیپی اول ما که اینجا خوردش، تیپی با ریسک پریوارد 3 رو در اینجا گرفتیم، تیپیش هم خورد و دقیقاً در اینجا وارد معامله بای خودمون میشیم. حساب اینجا زده میشه و دقیقاً اینجا میاد بالا و دقیقاً تا اینجا میره که دقیقاً این تا همین اخیر طلا رو داریم در چارت یک ساعته. خب اینجا استاپ ما رو زد، ببینیم اینجا دلیلش چی بودش. خب اگه اینجا رو نگاه بکنیم یکی از ستاپ های ورود در معاملات این اوردر که اینجا باشه که خب اینجا میتیگیت شد. خب اگه نگاه کنیم ما اینجا دقیقاً در اینجای داستان ما استاپمون میخورد و دقیقاً اینجا وارد ضرر میشه. خب اگه ما اینجا وارد پوزیشن سل میشدیم دقیقاً از این بالا تا این پایین تیپی حدود 16 کندل بودش با 18 پیپ و اگر ما دقیقا همینجا واسه وارد بای بشیم و استاپی هم که خوردیم 7 پیپ، یعنی دقیقا 18 یعنی 7 که بازم سرآمد کل ترید مورد پوزیشن امروزمون کلا اگه تو معامله بودش کار رو سود بسته میشد. اگر از این ویدیو لذت بردین و خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و اگر اینستاگرام هستین فالو کنین و اگر در یوتیوب نگاه میکنین کانال سابسکرایب کنین واسه بفرستین. ممنون از شما.